بعد از بحث‌های زیاد در نهایت نرخ اینترنت در تاجیکستان گران شد. تصمیمی که کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش تند کردند، در حالی که مردم این قرار را قبول ندارند، مسئولین خدمات ضد انحصار نهادی که نرخ اینترنت را بالا برده است از آن حمایت می‌کنند. نظر عادی نژاد، معاون اول رئیس خدمات ضد انحصار، روز 15 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت: بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان نظر به دیگر دولت‌ها به حد بلند نیست. او گفت در دنیا کشورهای زیادی هستند که نرخ اینترنتشان نسبت به تاجیکستان بلندتر است. از جمله به گفته او در کره جنوبی و ژاپن و بعضی از دولت‌های اروپایی نرخ اینترنت در مقایسه با تاجیکستان خیلی بلند است. با اینکه مسئولین خدمات ضد انحصاری از قرار صادر کرده خود حمایت می‌کنند، اما تصدیق می‌کنند که در پی فرمایش آنها نرخ اینترنت در تاجیکستان 2.5-3 برابر گران شده است. در حقیقت تعریف‌های پاکت‌هایی که مثل بسته‌های اینترنتی بود، تغییرات هست. من میگویم بالاروی حس می‌شود. تقریباً 2.5-3 مرتبه بعضی وابسته به پاکت‌ها هست. لیکن علاقه‌ای که مثل با واسطه پر نقشه‌های تعرفی هستند، در میگافون تاجیکستان 1 مگابایت 50 درم بود. عمل کننده شما تعریف‌های عمل کننده را کشوی یک بار ببینید، پاکت که نقشه تعرفی تمام میشود 1 مگابایتش 50 درم است. ما 5 درم موندیم. 10 مرتبه کم. بر اساس فرمایش نوی خدمات ضد انحصاری، از این به بعد شرکت‌های موبیلی حق ندارند 1 مگابایت اینترنت را کمتر از 5 درم فروشند. از این خاطر نرخ هر مگابایت اینترنت اکنون در تاجیکستان با نظر داشت اندازها 6.2 درم شد و قیمت 1 گیگابایت آن 62 سومانی می شود، در حالی که تا امروز قیمت 1 گیگابایت اینترنت در تاجیکستان حدود 30 سومانی بود. مولا رجب یوسفی، شادمانی یتیم، آزادی دوشنبه.